صبح امروز تحت ریاست رئیس شهر ترسونزاده محترم سجاودین سلامزاده مجلس برگزار شد که در کار آن رهبران کارخانه و تشکیلات، اداره و مؤسسات، معاونان صحوی و کارمندان دستگاه رئیس شهر اشتراک داشتند. در آغاز مدیر شعبه فرهنگ شهزاد بردیف درباره فعالیت شعبه و نتیجه‌های به دست آمده امسال نزد حاضرین معلومات داد. برای تامین نمودن انسامبل‌های مذکور در شعبه چاره‌های ضروری اندیشیده در 9 ماه سال 2017 کارمندان انسامبل‌ها با سر و لباس‌های صحنوی تامین گردیدند. باید قید کرد که انسامبل‌های شعبه با 36 واحد کاری از بودجه محلی مبلغ‌گذاری کرده می‌شود. اینچنین برای خریداری سر و لباس‌های انسامبل‌ها 8500 سومانی برای قدردانی نمودن کارمندان انسامبل ششمقام 1550 سومانی برای اشتراک انسامبل مذکور در فستیوال سیمپوزیوم ششمقام در شهر کنیبادام 3000 سومانی مبلغ جدا کرده شده است. موردی تذکر است که با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده یک عدد میکرواتوبوس تمغه مرسدس بنز خریداری کرده شده. برای فعالیت منبع هنرمندان شعبه دایر به گذراندن برنامه‌های کنسرتی در دهه‌های دوردست شهر ترسونزاده و فستیوال آزمون‌های جمهوریوی استفاده برده می‌شود. رئیس شهر ترسونزاده محترم سجاودین سلامزاده اویدی برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی در پایتخت کشور و تجلیل روز کنستیتوسیا مسئولین را وظیفه‌دار نمود و نام برده قید کرد که امروز شعبه فرهنگ نزد مقامات محلی برای برگزاری چهاربینی‌ها یک قطار کارها را به انجام رسانید. سپس رهبر دستگاه احمدجان محمودوف مکتوب‌های وارد شده پروکوراتور گنرالی و پروکورور شهر ترسونزاده را اویدی تقسیمات ناعادلانه زمین و زمستان‌گذرانی در مؤسسه‌های تعلیمی قرائت نمود. رئیس شهر ترسونزاده جهت آموخته برآمدن کمبودی‌های جای داشته مسئولین را وظیفه‌دار نمود. همچنین درباره به اتمام رسانیدن دعوت تیرماهی حربی سخن کرده شد. برای جلب جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رئیسان جماعت‌ها دوباره وظیفه‌دار گردیدند. در فرآورد مجلس به رئیس خواجگی وطن حاجی نعمت عثمانوف دهقانی نامدار و باغ و تاک‌پروری اصیل افتخارنامه و نشانی سرسینگی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان را برای انتظام نمونوی نظامی خدمت اعلی و نشاندادهای بلند خدمتی در صف قشون‌های داخلی رئیس شهر تقدیم نمود. برای چی میکنم؟ مملکتان تنج، مملکتان آباد، شرایط برای زندگی همون آیا من این درآمد کجا میبرم؟ من برای خلق، برای وطن مهنت میکنم، عمر باقی ماندارم و خدمتی خلق و وطن. اسفالت بود چیده؟ اسفالت بود شد با دوام داره. سلام باشید. همچنین عثمانوف رسول جان برای نشان دهنده‌های بلند استحصالی در ساحه‌های رستنی پروری و چاره‌داری بخشیده به عید مهرگان و روز کشاورزان با مدال خواجگیدار بهترین و دیپلم از نام وزیر کشاورزی سرفراز گردانیده شد. با همین مجلس به پایان رسید. صابر جان سعیدوف، ظفر حسنوف، خبر.